سلام دوستان، چطورید؟ اومدیم با یه آموزش دیگه. خب اینجا تو این آموزش میخوایم بهتون یاد بدیم که چطور تسک ترانزکشن تون راکی رابیت رو انجام بدیم. وارد راکی رابیت میشیم. پایین صفحه همینجوری که ملاحظه میکنید این گزینه اومده، یه تایمر 5 روزه داره، یعنی 5 روز شما فرصت دارید که این تسک رو انجام بدید. خب ما قبلا ولتمون رو کانکت کردیم، توی چنلش سابسکرایب کردیم و آخرین مرحله میکتون ترانزکشن استارت رو میزنیم. یکم باید صبور باشین تو این قسمت. طبق معمول باید این رو اسلاید کنیم به سمت راست تا این تراکنش انجام بشه. اثر انگشت. بله، دان انجام شد. به نظر باید ببینیم که آیا واقعی هست یا خیر. این سچنی که اینجا میبینید نشانگر وضعیت ارسال این نیمتونیه که ما به عنوان کارمزد داریم پرداخت میکنیم. مثلا چند ثانیه به صورت عادی طول میکشه، گاهی اوقات به چند دقیقه هم میرسه. خیلی خودتون نگران نکنید. خب انجام شد. بله، ما یه ریفرش میکنیم که خیالمون راحت بشه. برمیگم داخل راکی رابیت. بله، اینجا این قسمت به صورت چکینگ در اومد، یعنی حدوداً 10 دقیقه بعد، چون میدونه این تراکنش درجا انجام نمیشه، خودش هم یه چکینگ 10 دقیقه‌ای گذاشته. خب دوستان عزیز، 10 دقیقه حتی کمتر گذشت و همطور که میبینید این گزینه به صورت دان در اومد. پس عزیزان خیلی هم عجله نکنید، حتما سر فرصت با آرامش و با کیف پولی که شامل نیم تن هست حتما این تراکنش رو انجام بدین، چون جزو کارهای اصلی تونه. شما اگه پایین رو دقت کنید این نوشته به این معنیه که شما باید این 3 تا حرکت رو انجام بدید، 3 تا تش رو انجام بدید تا به شما ایردراپ تعلق بگیره. پس این قضیه اجباری هست. امیدوارم که از ویدیو راضی بوده باشید. حتما نظراتتون رو برای ما بفرستید. متشکرم از شما. تا ویدیوی دیگر، بدرود.